مجاهد. وقت شما بخیر. عزیزان و بینندگان محترم، خدا کند که از صحت کامل برخوردار بوده باشید. قراره که حادثه ناگوار پیهم در ولسوالی‌های درایم و ارگو به تحریک انسان‌های استفاده جو مردم را علیه امارات اسلامی به شورش آوردند. متاسفانه اتفاقا یک نفر از افراد ملکی به قتل رسید و یک تن دیگر هم زخم برداشت. الحمدلله صبح امروز هیئت موظف شده از مقام ولایت بدخشان، البته از شهر فیض‌آباد، عازم ولسوالی درایم شد و اونجا در شهر صفای ولسوالی درایم در مرکز با جمعی از مسئولین و منصوبین امارات اسلامی و مستفیده و علما و نخبگان ولسوالی درایم اونجا دیدن کردند و در رابطه به موضوع جنجالی که صورت گرفته بود در روز قبل در اینجا میان رهبران امارات اسلامی و افراد تظاهرات کنندگان به توافق رسیدن و اینجا بود که جنجال میان مردم و امارات اسلامی ختم شد و کاملا به یک توافق رسیدن که انشالله توافق هم به نفع ملت و هم به نفع امارات اسلامی بوده است. و رسانه‌های استخباراتی و جاسوسی که در پی شروش و دوباره به اتفاقی مردم درایم با مجاهدین است، کاملا یک پروپاگاند و یک دروغ محض است، چون اینها به توافق رسیدن با آنچه که مردم داشت پیشکش کردن البته به رهبران امارات اسلامی در ولسوالی درایم پذیرفتند و جنجال میان این گروه امارات اسلامی و همچنین مردم در ولسوالی درایم کاملا ختم است. و گذشته از اینکه بازم اتفاقا متاسفانه در ولسوالی ارگو هم چنین اتفاقی رخ داد. البته نگفته نمانم که بعضی تحریک کنندگان و بعضی انسان‌های خفاشی که میخواهند که امنیت مردم را مختل کنند، امنیت مردم را برهم بزنند، البته اینها استفاده کردن اینجا و یک عده مردم را تحریک کردن علیه امارات اسلامی و انشالله که به زودترین فرصت این افراد از سوی مقامات امنیتی امارات اسلامی دستگیر میشه و پنجه قانون سپارده میشود تا مبادا که در آینده های نه چندان دور یا نزدیکی مردم را دوباره مجبور به چنین واکنشی نسازند. جایی که در رسانه ها زیاد ذکر شده است و با گوش و چشم ملت میرسه، اینجاست که گویا مجاهدین امارات اسلامی در ولسوالی درایم به علیه ناموس ولسوالی درایم تجاوز کرده باشد. خدای نخواست کاملا یک دروغ محض و کاملا یک پروپاگاند است، چرا که مجاهدین ولسوالی درایم همه از خود ولسوالی هستند و همه خویش و اقارب و فامیل و خواهر و برادر و مادر ماست و این چنین پروپاگاند دور از حقیقت می باشد و دست به چنین تجاوز تا به حال از طرف مجاهدین امارات اسلامی الحمدلله صورت نگرفته و اینجا شایعات کردن. این شایعات کلا امارات اسلامی رد می‌کند و این نه تنها در پالیسی امارات اسلامی نیست بلکه به شخصیت‌های امارات اسلامی بر نمیخورد که چنین کار را انجام بدهند و عده جاسوسان خارجی که مثلا از لندن یا آلمان یا از جاها پخش و نشر میکنن که خدای نخواست مجاهدین دست به چنین عمل شوم زده است، کاملا اشتباه است. اما تظاهرات اتفاقا در ولسوالی درایم که رخ داد، ما معلومات کامل گرفتیم البته از ولسوالی درایم مردم قریه قرلاق و مردم قریه لنگر اینها در نماز جمعه جمع بودند و میخواستند که بروند با مجاهدین اونجا بشینن و روی امی یا تخریب محل کشتی کوکنار در ولسوالی درایم صحبتی داشته باشند که اتفاقا اینها با هم سر خوردن و اونجا بود که مسئولین امارات اسلامی از پشت سر بودن و سربازا دمی رو اونا فکر کردن که اینجا تظاهرات کردن که اتفاقا اینجا درگیری صورت میده و یک نفر از ملکی هم به شهادت میرسه و یک تنم زخمی میشود که جا به جا
مسئولین امارت اسلامی حضور پیدا میکنند و این جنجال را ختم میکنند که در عین حال همچنین دیگه مردم البته با واکنش تندی با بالای مسئولین سنگباران میکنن و با چوب و سنگ اینها میزنن که بالاخره همین مسئولین امارت اسلامی محل ترک کردن، رفتن عقب تا خود اینها خواسته کدام عمل دیگری صورت نگیره یا کدام کسی دیگری کشته نشوه و بالاخره امروز به توافق رسیدن دیگر در ولسوالی درای عمو ملت و عمو مجاهد و عمو رفتار هستش و اینجاست که مشکلاتی در ولسوالی درای نیست. بعد از این اگر هرچی پروپاگاند میشه در رسانه‌هایی که ایران میگنه کاملا دور از حقیقت می باشد و باور نکردنی است و ما خواستیم که پیامی یعنی تبریکی صلح میان ملتی دوست داشتنی و مجاهد پروری در این با مجاهدین سربکفی اون ولسوالی را به شما تقدیم کنم و جای خوشحالی است که الحمدلله توانستیم که با اتفاق هم دیگر بسیار زیاد یک توافق خوب صورت گرفت الحمدلله.